امروز قراره که با این بطریای یه بار مصرفی که قراره بازیافت بشن برم خرید کنم، ببینم میتونم چقدر خرید خونه بکنم. Let's go. قبل از هر چیزی بگم که این همه بطری شامل استفاده 1 ماهه ها، بفرمایین قهوه. که اینا همه رو هم جمع شدن و باعث شدش که من به این ویدیو برسم و بخوام برم همه رو بدم که باشه خریدی بکنم. هدف منم کلا نشون دادن این سیستمشه که خیلی باحاله. تو همه جای آلمان هست، یه همچین دستگاه توی همه فروشگاه ها میبینی و میتونی وچرت پس بدی بهشون و عوضش 25 سنت واسه هر بطری بهت میدن. جمع همه اون بطری هم با هم شد 14 یورو که با اون 14 یورو والا نمیتونی چیز خیلی خاصی از فروشگاه بخری توی آلمان، ولی خب در کل تاثیر زیادی میذاره روی قیمت خریده. در کل به جای اینکه بخوای بطری‌ها رو بندازی آشغالی، در عوضش پوله رو میگیری و استفاده میکنی و اونم بازیافت میشن و به محیط زیست و چیزی آسیب نمیزنن. این سیستم هم توی یه سری از کشورها وجود داره، مثل آلمان و سوئد و دانمارک و اتریش تازگی‌ها، که 99% مردم از همین داستان استفاده میکنن و بطریاشون رو بازیافت میکنن. کل خریدایی که کردم با هم شده 38 یورو، ولی با 14 یورویی که بازیافت کردم دقیقاً شدش 24 یورو.